پیام باور نکردنی اسام فرزان در سال روز تولد عالی انصاری. عالی انصاری چند ساله شده است و رابطه عجیب و غیر قابل باور عالی انصاری با اسام فرزان. من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. عالی انصاری هنرمند خوش صدا، موفق و ناماشنای افغانستان و در یک خانواده هنری دیده و جهان گشوده. خانواده‌اش در زمان طفولیت عالی انصاری افغانستان را به مقصد اروپا ترک کرده است. عالیه در کشور آلمان بزرگ شده است ولی بعد از ازدواجش در شهر لندن زندگی می کند. عالی انصاری ازدواج ناموفق داشته است و بعد از آن که از شوهر اولش جدا می شود رو به هنر آوازخوانی می آورد. عالیه کنسرتی در سال 2015 در افغانستان برگزار کرد و در این کنسرت آهنگ‌های محلی سرود که مورد حمایت و تشویق علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفت و به یک بارگی نام عالی انصاری آوازه شد. عالی انصاری سال پار در کنسرت‌هایش با اسام فرزان هنرمند موفق و جوان دیگر کشورمان آهنگ‌های دوگانه‌ای می‌سرود و رفتار عاشقانه عالی انصاری با اسام فرزان همیشه واکنش‌هایی را به همراه داشته است. این بار اسام فرزان سال روز تولد عالی انصاری را با پیام پر از مهر و محبت تبریکی داده است و از بارگاه عزتمندان برایش آرزوی طول عمر با صحت کامل کرده است. تنها اسام فرزان نه، بلکه بیشتر چهره‌های هنری سال روز تولد عالی انصاری را تبریکی داده است. من هم از صمیم قلب سال روز تولد عالی انصاری را تبریکی گفته. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان عالی انصاری به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.